من فاطمه انصاری هستم. من اینجام تا با کمک همدیگه یک سری اختلالات رو با هم بررسی کنیم که دونستنش خالی از لطف نیست و حتما به دردتون میخوره. خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و خوشحال میشم اگه برام کامنت بذارین و منو در اینستاگرام فالو کنید. ممنون از نگاهات. اختلال اضطراب اجتماعی سوشال آنزایتی دیسوردر یا همون جمع هراسی. ویژگی اصلی این اختلال ترس از تحقیر یا شرمنده شدن جلوی دیگران. این اختلال از نگرانی‌های معمول که ممکنه افراد از احمق به نظر رسیدن یا اشتباه کردن هنگام انجام کاری دارند فراتر میره و باعث میشه که افراد حتی وقتی فکر خوردن یا آشامیدن جلوی دیگران رو میکنن مضطرب بشن. بنابراین این ترس از دیگران نیست، بلکه این ترس از اون چیزیه که دیگران ممکنه درباره اونا فکر کنن. DSM-5 این اختلال رو فوبی اجتماعی نامیده. این اختلال دومین اختلال اضطرابی بسیار شایع هستش. بعضی از پژوهشگران معتقدند اختلال اضطراب اجتماعی تا اندازه امکان ارثی بودن داره. بر طبق این دیدگاه اضطراب شدیدی که فرد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تجربه میکنه در واقع نوعی کمرویی شدید همراه با صفت شخصیت روان رنجورخوییه. بر طبق این دیدگاه میشه گفت که افراد مبتلا به این اختلال خیلی تمرکزشون رو خودشون زیاد میشه و درجه‌ای که دیگران به اونها اعتقاد میکنن رو میتونن اغراق‌آمیز جلوه بدن. از بین داروهایی که برای درمان این اختلال استفاده میشه میتونیم به بازدارنده های بازجذب گزینی مثل سروتونین یا نوراپینفرین اشاره کنیم که بیشترین تاثیر رو دارن. توی یکی از رویکردهای روانشناختی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی رو به صورتی در نظر میگیرن که قادر نیستن واقع بینانه درباره اینکه دیگران واقعا چگونه اونها رو درک میکنن کسب کنن. درمان اختلال اضطراب اجتماعی میتونه که دشوار باشه، به خاطر اینکه مراجعان گرایش دارن که خودشون را از لحاظ اجتماعی منزوی کنن. برای همینم برای مواجه ساختن خودشون با موقعیت‌های چالش انگیز توی زندگی روزمره فرصت‌های کمتری دارن. مهارت‌های اجتماعی معیوب افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی ممکنه باعث بشه که اونها واکنش‌های منفی از جانب دیگران تجربه کنن. بنابراین ترس‌های اونها تایید میشه. یکی از بهترین درمان‌های غیر دارویی اختلال اضطراب اجتماعی CBT هستش که این درمان معمولاً در چندین جلسه انجام میشه. یکی دیگه از روش‌های درمان در بزرگسالان و نوجوانان هیپنوتیزم هست که دکتر روانشناس کمک میکنه به فرد تا اعتماد به نفس بیشتری کسب کنه و راحت‌تر ترس و اضطراب اجتماعی خودش رو مدیریت کنه. یکی دیگه از راهکارها برای بهبود این اختلال میتونیم به تغییر سبک زندگی اشاره کنیم که میتونه نتایج مثبتی داشته باشه. خب ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.